کف طبقه داریم. این میشه کف طبقه ما که چه اتفاقی افتاده، یه عددی داره مثلا مثبت فلان، هر عددی که هست، هر تعداد پله‌ای که شما اومدین بالا، این تعداد پله این عدد رو نشون میده. تعداد پله ضرب در 18 سانت میشه چه عددی؟ ارتفاع کف شما که اینجا اینجوری نشون میدیم دیگه، مثبت فلان یه عددی. درست شد؟ پس اگر منحنی بود لازم نیست شما بیاین اینجا منحنی برای من رد. چجوری میخوای منحنی بزنی تو نما؟ پس این کف 1 متر مثلا میان بالا، اینجا میشه زیر پنجره و این میشه 1 متر بالاتر. درست شد؟ همه پنجره ها فریم دارن، یعنی شما یه خط ساده ندارید، این فریم باید باشه، حالا با اندازه میزنید. درست شد؟ حالا بریم از یک کار سختی رو شروع کنیم.